اون ویلچر رو میبینی تو حیاته؟ یه لحظه سب کن حاجی. فرض مثال اگه ویلچر نبود زندگی برای ما که راه نمیتونیم بریم چقدر سخت میشه. همش باید تو 4 دیواری بشینی در و دیوار رو نگاه کنی. سالانه 15 الی 20 میلیون هزینه باتریشه. یعنی ما به خاطر راه رفتنمونم باید هزینه کنیم. خواستم بهت بگم که خدا 2 پای رایگان در اختیارت گذاشته. تو رو خدا قدرشو بدون. تو رو خدا قدرشو بدون. اینو داره از منی که راه نمیره اینو میشنوی. یه مثال ساده بذار برات بزنم. من اگه یه لیوان آب بخوام باید به تو بگم تا به من بدی. پس ببین چقدر نعمت بزرگی خدا در اختیارت گذاشته. قدرشو بدون.